F-35 جنگنده همه چی تمام آمریکایی اونقدر به گفته خودشون پیشرفته هست که هر کشوری که اونو داشته باشه قدرت برتر نظامی در آسمانه. ولی همه اینها یک جو رسانه‌ای بود برای فروش اون، چون F-35 یک جنگنده با بخش زیادی از تکنولوژی از یک جنگنده دیگه هست که چند قابلیت بهش اضافه کردن تا بتونن با فروش اون به اقتصاد خودشون کمک کنن. آمریکایی‌ها میدونن وقتی رقیبی مثل روسیه و چین دارن باید دائما به فکر پیشرفت باشن، به خصوص تو صنعت هوافضا، تا آسمون دنیا رو بتونن کنترل کنن. از همه مهمتر نیروی هوایی ارتششون هست. اونا تا دلتون بخواد هواپیما و جنگنده دارن. آخرین جنگنده اونا F-35 بود که همه فن حریفه، یعنی هرچی تکنولوژی داشتن روی اون کار گذاشتن. ولی باید براتون بگم بهترین جنگنده اونها یکی دیگه است. اونا یک جنگنده دارن که بخش زیادی از تکنولوژیشو تو F-35 به کار بردن. جنگنده‌ای که سال 1985 میلادی وقتی آمریکایی‌ها سوخو 27 و میگ 29 رو از شوروی دیدن کمبودش رو حس کردن. اونا طی یک طرح از بین 7 تا شرکت 2 شرکت انتخاب کردن تا طرح خودشونو برای ساخت یک جنگنده تمام عیار ارائه بدن. شرکت اول نورثروپ بود. نورثروپ قبلا هم با وزارت دفاع آمریکا خیلی کار کرده بود. شرکت دوم لاکهید مارتین بود. لاکهید با بوئینگ و جنرال داینامیکس یک طرف ماجرا قرار گرفتن و تصمیم گرفتن با هم دیگه همکاری کنن و نورثروپ هم با شرکت مکدانل داگلاس یک سمت دیگه. هر دو شرکت طرحهای خودشونو به پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا دادن. لاکهید مارتین YF-22 رو براشون طراحی کرد و ساخت و گروه نورثروپ هم دوبالش قرار میگیره. محفظه وسط میتونه موشک هوا به هوای M120 امران رو حمل کنه یا یک بمب 1000 پوندی یا موشک‌های M9 اسنایدر که اونم هوا به هوا هست. روی یکی از بالهای اون یک مسلسل M61 ولکان قرار داره که با نیروی الکتریکی شلیک میکنه و با هوا خنک میشه. تمام این تسلیحات در بدنه F-22 نصب شده که باعث میشه رادارگریزتر بشه، ولی قابلیت نصب سلاح روی بدنه اون هم وجود داره. قابلیت حمل 2500 کیلوگرم بار رو به صورت اضطراری داره، همچنین مخزن سوخت اضافی هم میتونه حمل کنه. تو بخش رادار مهندسای لاکهید مارتین واسش یک رادار طراحی کردن که وقتی در شعاع 400 کیلومتری اون شیئی حرکت کنه خلبان متوجه اون میشه. یک شاهکار دیگه مهندسان این جنگنده پردازنده های اطلاعات اون هست که ساخت شرکت ریتان آمریکاست و میتونه 10 میلیارد و نیم دستور عمل رو تو یک ثانیه پردازش کنه. مهندسای لاکهید مارتین بالاهای انتهایی رو جوری به کار بردن که قدرت مانور خیلی بالایی به این جنگنده میده که تا به امروز هیچ جنگنده‌ای نتونسته به ارتفاع پروازی و قدرت مانور F-22 رپتور برسه. همچین جنگنده‌ای نیاز به خلبان‌های خبره‌ای دارن، چون سرعت زیاد در ارتفاع بالا وقتی با مانور همراه میشه هر خلبانی قادر به تحمل فشار ناشی از گرانش اون نیست و باید از استقامت بدنی بالایی برخوردار باشند. نیروی هوایی آمریکا قصد داشت به صورت رسمی 750 عدد از F-22 رپتور رو خریداری کنه، ولی به دلیل قیمت بالایی که داره و نبود مأموریت‌های زیاد در نهایت 187 عدد از اون رو ساخته و تحویل گرفتن. قیمت هر کدوم از F-22 رپتور برای آمریکا
حدود 173 میلیون دلار هزینه در بر داره که هزینه ها همینجا تموم نمیشه. هزینه نگهداری اونها هم سرسام آوره، چون هر 300 ساعت پروازی که انجام میدن نیاز به 3 هفته سرویس هست. هر کدوم از F-22 رپتور در نهایت با هزینه نگهداری حدود 361 میلیون دلار برای وزارت دفاع آمریکا آب خورد. همین مسئله هزینه باعث شد آمریکایی‌ها یک جنگنده با قابلیت‌های به نسبت کمتر از F-22 رپتور طراحی کنند و تعدادی آپشن به اون بدن، مثل قابلیت عمود پرواز که به آمریکایی‌ها این امکان رو میداد تا اون رو به سایر کشورها بتونن بفروشن. ولی F-22 رپتور همچنان بهترین جنگنده دنیا هست و بدون رقیب به کار خودش ادامه میده. اونجوری که آمریکایی‌ها گفتن تا سال 2040 قصد ندارن جنگنده پیشرفته تر از F-22 رپتور تولید کنن. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. همچنین نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید.